ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи романи сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати қисми сеюми романи сегонаи Ҷалол Икромӣ тахти вожгун оғоз менамоем. ҳоло гуфтори якумро аз рӯи ин роман бишнавед. рови Ализода Абдурашид Хуҷамқул. қисми якум. дар бухоро ҳам хурсандӣ буду ҳам мотам. кӯчаҳои каҷу килиб печ дар печ ва сираҳории шаҳр он рӯз серғавғотар шуданд. дар байрақҳои сурхе ки ба дари ҳавриҳо ва болои пештоқҳои биноҳо зада шуда буданд, як порча лентаҳои сиёҳ илова шуда буданд. байрақи сурхи инқилоби Бухоро аввалин бор ба худ чунин сиёҳӣ илова карда буд. аммо баҳори ҷавон با همه خوبی و خرمی های خود حکم میراند. آفتاب تارهای زرین و نوازشکار خود را به بالای شهر بی‌دریغ نثار می کرد. نسیم فارم از بیرون شهر بوی سبزه نوخیز را می آورد. درختهای میوه‌دار گل برآورده جامه رنگین به تن کرده بودند. مردم بی ترس و وهم به باغزارها و سیرگاه‌های بیرون شهر می برآمدگی شده بودند. اسد مخصوم و دسته غارتگری او از اطراف شهر نیست شده بود. همه این خرسندی بود، همه این به دل کس فرح و شادی می آورد. لیکن خبر آمد که در کسلخانه کاگان از زخمی بی امانی تیری ملتقی اسد مخصوم سید پهلوان جان داده است. این خبر در حال در بین مردم پهن شد. آن روزها خرد و کلان مردمی بخارا سید پهلوان را می دانستند، شنیده بودند. قهرمانی و دلاوری او چون داستانی رستم از زبان به زبان گذشته با آب و تاب نقل و بیان می شد. الکی واقعی کاظم زاده، خلاص کرده شدن وی و ضربه کارایی دستان سید پهلوان به سر نعیم تلخ، حال فنای او در شهر آوازه شده بود. می گفتند که سید پهلوان اکثریت بیگناه حبس شدگان را خلاص کرده بوده است. سید پهلوان تیرهای قرغاشیمش دور کرده شده را به جلادان اسد داده، به پرانده می شدگان می آموخته است که با شنیدن صدای تیر خودشان را به زمین مردوار پرتافته با رنگی سرخ سر دل و کرتهایشان را آلایند. رنگی سرخ خون مانند را پیش از وقت به شیشه‌چه ها انداخته تیار کرده می داده است. بعد خودش با تپانچه به سر آنها رفته پخت پران می کرده است و عسکرها را گرفته می رفته است. پس از رفتن جلادان مرده ها از جایشان خیسته به در می کندند. سید پهلوان لجام اسد را داشته می ایستاده است. سید پهلوان آدمی چیکه بوده است. سید پهلوان یک مشت زند آدم می مرده است و هاکذا و هاکذا. پس از این قدر وصف و تمهید مردم، پس از حاصل شدن این قدر محبت خلق، آمده رسیدن خبری مرده او همه را غمگین کرد. گزیته بخارا اخباری آن روز یک صحیفه خود را به ماتم سید پهلوان بخشیده برآورده بود. در میان صحیفه صورت او چاپ شده بود.
رسم او را از یک صورت عمومی اسکران اسد مخصوم جدا کرده کلان کرده بودند. در صحیفه گزیت چشمانی بادام شکل مردی دانا با محبت به شما می نگریست. در لب و دهان او اندک تبسم می نمود. گویا وی شرم می کرد که در این روزی بهار اینقدر کار و بار، اینقدر وزنینی ساختمانی حیات نو را به گردن شما پرتافته از میان رفته است. ریش و موی لبش ماش و برنج، ولی در وجاهت و سیمای او هنوز آثاری جوانی و پهلوانی هویدا بود. در پایان آن رسم که به چارچوبه سیاه گرفته شده بود نوشته بودند: مرحوم شهید قربان آزادی و استقلال خلق بخارا سید پهلوان. اینچنین در گزیت اعلان بود که امروز در ساعت 11 روز تشییع جنازه سید پهلوان می شود. به این مناسبت در وگزلچه یعنی وگزل بخارای کهنه میتینگ برپا می شود. این خبر را شنیده از خود اولی پگاه به سوی وگزل جریان مردم آغاز شد. خرد و کلان، پیر و برنا، تاجیک و ازبیک و روس می رفتند. بیرق برداشته توده توده شده می رفتند. لیکن سرودخوانی و نقار نوازی نبود. همه خاموش، همه غمگین بودند. در پس وگزل بخارا میدانچه سنگ فرشی بود. ملیسه ها مردم را به همان میدانچه راهنمون می شدند. بروی صحن وگزل اعضایان حکومت و راهبران تشکیلات ها جمع شده بودند. در بین آنها حاضر بودن فیض الله خواجه‌اف، محی الدینف، آخچورین و دیگران اهمیت این میتینگ ماتم را نشان میداد. در یک کناری صحن وگزل زنی سید پهلوان و دخترانش در روی نیمکت گریه کرده می نشستند. بیرق‌های سرخ اندکی خم کرده شده و لنته سیاهی آنها بر اعلا نموده می ایستادند. در ساعت 11 از دور آوازی پرآواز شنیده شد و بعد خودش نمود که آهسته بروی راهی آهن گویا شاریده می آمد و از پس خود فقط یک وگان را می آورد. در پیش پرآواز هم بیرق سرخ و سیاه بود و صورت سید پهلوان را کلان کرده و چارچوبه سیاه گرفته اطرافش را با لنتهای سرخ و گلها آرا داده گذاشته بودند. پرآواز گذشت و وگان در رو بروی بینای وگزل ایستاد. دری وگان گشاده شد و از درون آن حیدرقل، کاظم زاده پیش پیش، عصا و نسیم جان از قفا، تابوتی با متای سرخ و سیاه پیچانیده شده را برداشته برآوردند. پس از آن از وگان میرک، یزنه او و آشنایان سید پهلوان برآمدند. اعضایان حکومت که به وگان نزدیک شده بودند تابوت را احاطه کردند. فیض الله خواجه‌اف و آخچورین هم کتفان خود را به زیر تابوت سید پهلوان گذاشتند. ارکستر حربی نوای ماتم را می نواخت. زنها صدای گریه و ناله را بلند کرده بودند. میرک دد جانم گفته فریاد می کرد. دیگر خویشاوندان نیز می گریستند. در چشمان فیض الله خواجه‌اف، عصا و نسیم جان نیز اشک چرخ می زد. حیدرقل گریه نمی کرد. دندان به دندان گذاشته قباقهایش را آویزان کرده با سیمای پرصلابت پیش می رفت. تابوت را از درون بینای وگزل گذرانیده
به میدانچه زینه قفای بینا برآوردند. در آنجا ستالی وسیع کلان گذاشته بودند که رویش با بیرق سرخ پوشیده بود. تابوت را بر روی آن گذاشتند. موسیقی ماتم خاموش شد. دقیقه همه خاموش ماندند. در آن میدانچه پسی وگزل که قریب 2000 کس جمع آمده بودند، بغیر از حقوقی صدای گریه و نیم نالیش میرک دیگر آوازی شنیده نمی شد. فضا را روح ماتم فرا گرفته بود. میتینگ ماتم را که به دفن سید پهلوانی شهید بخشیده شده است، فیض الله خواجه افکشاد. حیدرقل تلپک خود را از سر گرفت و پیشتر برآمد و به تابوت خطاب کرده گپ سر کرد. آوازی وی غفص، پیرانه و خسته بود. برادری عزیزم، پهلوانم، قهرمانم سید، گفت وی، کی گمان می کرد که منی پیر، منی علم زده برادری کلانی تو زنده می مانم و تو از این حیات خرم چشم می پوشی. این را شنیده میرک، یزنه او، زنها و بسیاری ها آوازی گریه و فغان را بلند کردند. کی گمان می کرد که تنی پهلوانانه تو، بگپش دوام داد حیدرقل، کی گمان می کرد که جسمی رستمانه تو از تیری بی امانی دشمن در عین کارزار، در عین حرکت و جوشیش بی مدارانه می افتد و نقش زمین می شود. این را تنها خودت می دانستی. خودت سینه بی کینه‌ات را سپر کرده دوستانت را رهانیدی. خودت پیش راهی دشمن را گرفتی تا که دیگران نجات یابند و تو قربان شوی. ما باید از این تابوت درس عبرت گیریم. مرگ سید پهلوان باید چشمی ما را باز کند و دوست را از دشمن فرق کرده توانستن را آموزد. اکنون بس کفایه. در کار انقلاب سست ارادگی، دودیلگی و ملایمتی بر دروغ هلاکت می آورد. بر ضد دشمن انقلاب بیرحم شدن لازم. به خون گرفتن، به کشتن با کشتن جواب دادن لازم است. حیدرقل گرم شده رفت. در سری تابوتی بهترین رفیق خود همه درد و علمهای دلش را گفت و مردم را به هوشیاری به مبارزه صنفی بر ضد دشمنان انقلاب دعوت کرد. پس از وی کاظم زاده گریه کرده سخن گفت و مختصر واقعی خلاص کرده شدنش را بیان کرده به خاطره سید پهلوان تعظیم کرد. وعده داد که از دشمنان وی قصد می گیرد. بعد از این فیض الله خواجه میتینگ را پوشیده اعلان کرده گفت که مراسم دفن در پشته شهیدان در بیرون دروازه اغلان می شود. تابوت را برداشتند. در پایان زینه ها به 4 اسب بالینتهای سیاه و سرخ آرا داده شده عرابه توپ را بسته آورده مهیا می داشتند که با رسم حربی ها تابوت سید پهلوان را بروی آن گذاشتند. از پس آن میرک، یزنه او و خویشاوندان، از پس آنها راهبران حکومت حیدرقل، عصا، نسیم جان، کاظم زاده و دیگران و بعد ارکستر حربی براه در آمدند. پیش این مراسم 2 جوان رسم کلان سید پهلوان را که بالین تها و گلچنبرها آرا داده شده بود می بردند.
صدای مرش ماتم بلند بود. سرها برهنه و خم. در بین آنهایی که از پس راهبران می رفتند، نظام الدین و این چنین رئیسی چکه عالم جان امین افخان نیز بودند. آنها خاموش از زیر ابرو به اطراف سینچه کرده می رفتند. هر دوی آنها نیز غمگین بودند و هر دو نیز خود را در این فاجعه تا اندازه مسئول و گناهگار می دانستند. فقط با یک فرق: نظام الدین برای نابراری و شکست کار خود، رئیس چکه برای کار انقلاب. در درون شهر کوچه ها از دو طرف پر از آدم بود. مردم حتی به بالاخانه و بام ها برآمده مراسم دفن و ماتم را تماشا می کردند. در لب حوض دیوان بیگی نظام الدین یکی از آدمان عاقل را دید که در بین ازدحام ایستاده به سوی وی اشارت می کند. احمق رذیل، گفت در دل خود نظام الدین و رویش را از وی تافته به رئیس چکه مراجعت کرد. در سر قبرستان آدمان شما راهبران را هوشیارانه محافظه می کنند. البته من فرمودم چند نفر آدمان ملیسه از دیشب این طرف نوبتداری می کنند. امروز اطراف قبرستان با 2 سلسله محافظه احاطه شدگی. نقص کردید، گفتمان رئیس چکه. این خیل معامله خنک از طرف رئیس چکه نسبت به وی ناروا بود. وی ناظر داخلیه، وی تا یک درجه خواجه همه کارهای داخلی، وی نظام الدین افندی می باشد. پس چرا رئیس چکه این بچه بی ادب به وی این طور معامله می کند؟ یا مبادا از وی شبهه دارد، یا مناسبت وی با اسد مخصوم آشکار شده است؟ عجب نی، کی می داند از شکست اسد مخصوم به واهمه افتاده یگان رذیل اسرار آنها را فاش کردگی است. نباشد چرا رئیس چکه به وی این طور معامله می کند؟ برعکس کار این آدم احمق، این گماشته عاقلف به وی کیمچی اشاره کرد. الهی رئیس چکه و یا کسی دیگر این را ندیده باشد. نظام الدین خیلی عصبی شده بود. هر چیز، هر سخن او را به شبهه می افتاند. از هر کس شبهه می کرد، از هر کس می ترسید. زندگی او خیلی تلخ و ناگوار بود. به اسد مخصوم حسد می برد که کارش را یک طرفه کرد، روی راست مقابلت اظهار کرده برآمده رفت و در نزد کسی چاپلوسی نمی کند. از هیچ کس نمی ترسد و دروغ نمی گوید. ساختکاری نمی کند. می زند، می کشد، پس می گردد، هجوم می کند. اما وی رفیق نظام الدین گفته خطاب کردن کسی او را به هوش آورد. برگشته نگاه کرد، آخچورین را دید که از پهلوی او قدم می زند. نظام الدین در حال به سوی او تمامی بدنش را گردانیده چاپلوسانه تبسمی صنعی کرد و لب بی گفت. شما، گفت آخچورین، باید در سر قبر نطق کنید، درباره هوشیاری، درباره خود محافظت کنی گپ زنید. میلش گفت نظام الدین خرسند شده. کوشش میکنم. آخچورین از وی دور شد. نظام الدین تا یک درجه آسوده شده به اطرافش نظر کرد و قدمانی هایش دیگر شد. وی دانست که هنوز اسرارش کشف نشده است، هنوز به وی باوری دارند و در چنین مراسمی مهم
در دفن سید پهلوان به وی سخن می دهند. آیا وی چه ها باید گوید؟ اول درباره سید پهلوان، وصف او، قهرمانی های او، کشته شدن او. درباره اسد چی؟ نه، در این باره گپ سر کردن، به یادی بقال کم دادن را آوردن چه در کار؟ بهتر که در حال درباره هوشیاری، درباره کاری نظارتی داخلیه، درباره هوشیاری خودی وی، درباره دریغ نداشتنی جان خود در راه خلق. الوداع ای دوست عزیز، آسوده بخواب که ما کاری تو را دوام می دهیم، از دشمنانت انتقام می گیریم و غیره و غیره. در قبرستان هم آدمی بسیار جمع آمده بود. در آنجا بروی صوفه سیربری برای ناطقان جا تیار کرده بودند و دیگران همه در گردی صوفه و قبر نوکنده قرار گرفتند. میرزا عبدالقادر محی‌الدینف با نطق مختصری میتینگی سری قبر را کشاده سخن اول را به نظام الدین داد. نظام الدین بروی صوفه برآمده رفیقان، برادران ارجمند گفت و بعد یک درجه خاموش ماند. چشمش به غلام جان مخصوم افتاد که به سوی او با نظری سؤال نگاه کرده ایستاد. او را دید و همه گپ‌ها و تیزیس‌های تیار کرده‌اش را فراموش کرد. بنابراین برای از میان بردن خاموشی ناگوار هرچی به زبانش آمد گفت: خدا گفته است که هر کس در راه حق کشته شود شهید است. شهید که شد جایش جنت می شود. جای سید پهلوان هم جنت است. آسوده خواب کن ای دوست عزیز، ای رفیق مهربان. ما کارهای ناکرده ای تو را دوام می دهیم. در این دم از قفایش شنید که آخچورین آهسته به وی لقمه می پرتاید. درباره هوشیاری، درباره هوشیاری. نظام الدین خود را به دست گرفت. رفیقان، گفت وی، سید پهلوان قربانی راه انقلاب شد. انقلاب هوشیاری صنفی را می خواهد. هرچند که امیر عالم خان از خاک پاک بخارا دفع شد، لیکن طرفداران وی هنوز بسیارند. آنها بر ضد خلق، ضد حکومت شورایی سر می بردارند. اگر ما هوشیار نشویم حاکمیت را از دست می گیرند و باز همان ترتیبات کهنه را جاری می کنند. بنابراین هوشیار بودن لازم است. وی باز کیمچه ها گفت که حتی بعد خودش هم فراموش کرد. پس از وی سخن را به قاضی سعید دادند. این مردکی گردن کوتاه غلچه که ریشی کلوته سیاه و در سر سله داشت در حقیقت هم قاضی بود. قاضی نو، قاضی از طرف حکومت تعیین شده بود. او را قاضی برینچی، قاضی یکم می گفتند. وی که در استانبول و عربستان زندگی کرده قرآن را به عربی خوانده می توانست، هر وقت به نطق برآمده از کتاب‌های دینی و گفته‌های پیغمبر دلیل و شیء می آورد. حالا نیز در نطق خود از آیت قرآن دلیل‌ها آورده شهید بودن سید پهلوان را اثبات کرد و فاتحه خواند. پس جسد را از تابوت برداشته به لحد گذاشتند. باز آواز گریه میرک و نزدیکان سید پهلوان بلند شد. بعد از پر کردن خاک لحد و برداشتن تیپچه یادگاری که جای آخرین انسان است، باز آواز تلاوت قرآن از طرف قاضی سعید بلند شد. وی با اسلوب عربی
نالیش کنان می خواند و به دلی همه یک نرمی، حسرت و ندامت پر می کرد. در اثنای تلاوت قرآن همه به زمین نشستند و بعد آمین گفتند. با همین مراسم دفن به آخر رسید. مردم پریشان شدن گرفتند. فیض الله خواجه، محی الدین آخچورین و دیگران به فایتونهای خود سوار شده رفتند. حیدرقل به رئیس چیکه نزدیک شد که وی روندگان را نگاه کرده می ایستاد. کلانتان نطق می کنم گفته چی ها گفت؟ پرسید وی. گپش را یک بار گم کرده ماند، گفت رئیس چیکه. و گمانم در میان مردم کسی را دید و زبانش گرفت. بیدرک نه البته، بیگاهی بیایید کمتر گپ هست. میلش، گفت حیدرقل و از او دور شد. عصا از دست میرک داشته او را تسلی داده می ایستاد. حیدرقل آنها را به فایتون خود سوار کرده به سوی شهر رهسپار گردید. میرک اکنون یگانه یادگاری دوستی با وفای وی بود. قسم دویم. پیش دروازه حوری سید پهلوان روفته آب پاشیده شدگی بود. در دمی دروازه از کوچه خویش و تباران، یار و آشنایان دست پیش گرفته می ایستادند و مردمی به فاتحه می آمدگی را به درون حوری راهنمون می گشتند. در روی حوری و مهمانخانه جای تیار کرده دسترخوان پرتافته نان و لعلی های شیروار گذاشته بودند. هم در خانه و هم در روی حوری قاری ها و ملاها نشسته بودند که برای هر فاتحه خوان از قرآن یک سوره می خواندند. دامالله امامی گذر که آدمی خیلی خاکسار و نامرادی بود در روی حوری نشسته به ارواح سید پهلوان رحمت خدا را می خواست. وقتی که اندک پای آیندگان کنده شد، از درون خانه امامی با وقاری گذری پای آستانه برای دست به خاک کردن برآمد و بعد طهارت کرده آمده به نزد شریکش امامی گذری همسایه نشست و گفت: شریک، می شنوم که خیلی از تحت دل قرآن تلاوت کرده دعا می گویید. ها، چیکار کنیم؟ از دست ما می آمدگیش همین، گفت ملای خاکسار. البته از دست ما دیگر چی می آمد؟ گفت امامی با وقار و با آوازی پست علاوه نمود: لیکن میگویم رحمتی در عین جان کندنش کلمه گفته باشد یا نه؟ در دستی عروسها در کسلخانه کاگان وفات کرده است. шунавандагони азиз, шумо гуфтори якумро аз рӯи рамани тахти вожгуни нависандаи халқии тоҷикистон Ҷалол Икромӣ дар қироати Ализода Абдурашид Хуҷамқул шунидед. Коргардон Шералии Нағзалӣ, садобардор Карим Толибов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. шод бошед.